زنت کلکسیون مرضه. ببرش یه بیمارستان مجهز. فقط همینجا که آدرسشو برات نوشتم شاید دردتو دوا کنم. پول و پله داری؟ فشار خون یه مرده است. باید خیلی آزمایش انجام بگیره تا این مرض شناخته بشه که تا اون وقت اگه مرد من جوابگو نیستم. اینجا را امضا کنم. چاره‌ای نداری امضاش کن. شبی 1000 تا پول تخت رو به تو تخفیف دادیم، شد شبی 500 تا. 300 تا پول سرویس و اکسیژنشه. پول آزمایش و عمل و ویزیت هم سبا نوشته میشه. پول هر شب هم پیش میگیریم. چقدر بیونه میدین؟ این که پول افغانی پدر من بگیرش بگی. تبدیلش کن مال امشب. بستریش میکنیم فعلا تا پول بیاری. پس من میرم پول تبدیل کنم، نشونی عیازم بگیرم. شب میام سراغت. اجازه بدید یک نکته خاطر نشان کنم. این برنامه به همه ما دست بزرگی داده. خانم ها آقایان و شرکت کننده هایی که صدای من از فرانکو میشنوید. آدم در شاهراه زندگی لازم نیست حتما نفر اول باشه، ولی نفر آخرم نباید باشه. میرفتن اینطور که معلومه تو به یه شانس احتیاج داری. دلشو داری؟
پر جرأته ولی اهل کار خلاف نیست. هیچکی اهل کار خلاف نیست. آدم دوست که از شکم نانش بیرون نمیاد، بعدشه که مجبور میشه. یه بار از مرز رد کنه زندگیش رو به راست. تریلی میتونی برونی، پارکابی میتونی واسی، دوچرخ سواره. یه بارم توی مسابقه دوچرخ سواری برنده شده، چند روز رکاب زده. اون بار که از مرز قاچاقی رد شدم به من پناه داد. نمیدونم والا، تو این یکی من سرشته ندارم. چی کار میکنی؟ واش میری؟ نه ترس، جمعه رو من میپام. میرم روغن عوض کنم، شب که پیش ما میمونی. مثل سگ جم میکنی ولی چه فایده؟ نباید بهت بگم ولی زنت با این دستنگی رفتنیه. مگه شانسی تایی چاه به گنج بخوری؟ بر میگردم سر چاکنی. میخوام با عیاز برم، میسپارمش دست تو. عیاز رفته، نیم ساعت پیش اومده بود سراغت. هنوز یه کار خوب گیر نیورده، تازه مهاجر نابلده. تا 2 روز دیگه اگه جور کردی که کردی و الا من بی تقصیرم. دیروز 6 متر چاکنده، زمینش سنگیه، متری 50 تا بیشتر به افغانیان نمیدن. بریم تا شب یه فکری برات میکنم. به اون مراسم بزکشی هم سری بزن، هر کی کارگر میخواد میاد اونجا.
تو حق نداری مسافر سوار کنی، مسافر مال اتوبوسه. باز هم این کار انجام دادی. آخه باید اینو بدونی اگه این کار خلافه اول که تو شروع کردی. هر کی کار خودش باید انجام بده. تو این کارو داری می‌کنی. خب این دفعه تو سوار کن آدم. مسئله این نیست که هر میرسه زمین. سوار شین کسی جا نمونه. بیا روشن بیا کسی جا نمونه. سوار شین بیا یه طرف شاگرد. بیا همینطور بیا. اینجا چیکار می‌کنی شده؟ چه خبره؟ وقتی خونتو بندازی کرد. خیلی خوب بس میشه. بچه منو می‌کردی. خجالت نمی‌کشی. خیلی خوب دیگه بس. بیا بگیر. برو گم شو. بیا. برو دیگه این برام پیدا نشد کار. برو سراغ کار ابرودار. دو نفر کارگر بیشتر نمیخوام. 2 نفر بیشتر نمیخوام. بیا استاشو یک نفر تایموتر خودکشی میکنه. استاشو یعنی یک نفر تایموتر خودکشی میکنه. یعنی اینجا استاشو اینجا نخوابیدی. بلند شو ببینم. بکشینش بیرون. بگو یه پول گنده میخوای زودم میخوای. بیا اینو بگیر اینو بگیر اینو بگردونش. آره خب کرده کتره‌ای که نیستش. من بایستی فکر کنم. ما 6 ماه دیگه یه مسابقه 2 چرخ سواری داریم. میتونی شرکت کنی.
عجله داره، زنش داره میمیره. ببینم راستاسی این بابای تو قهرمان دوچرخه سواری افغانستان بوده؟ آتن 3 روز 3 شب سر بایسیکل پای زدم. با اینجور آدما میشه دوباره یه سیرک راه انداخت. حاضری یه سیرک یه نفر راه به هیچی بچرخ دارم راشو گیر میارم. این داره من سر شوق میاره. ببینم چند شبانه روز میتونه رو دوچرخه دووم بیاره ها؟ محتاج بینوا، هر چی بگی میکنه. من باید با یکی مشورت کنم. شب بیان جوابشو بگیریم. حالا چند روز میتونی دور بزنی؟ چند روز؟ ها؟ 3 روز میتونی؟ 5 روز چطور؟ ها؟ 1 هفته میتونی؟ لالی چی بگم؟ ده باری کل شماره ایده گازو تا تبی شماره 15 آرتیکل احمق چی کار میکنی؟ بجم یالا 1 دقیقه خصوصی کارت دارم. باز تو بی وقت مزاحم شدی؟ خوشحالت میکنه. میتونم به اینای دیگه بگم اینا رو خوشحال کنه. قضیه چیه؟ یه آدم مستاصل گیر آوردم. برای شرط بندی جون میده. یه روزی قهرمان بوده. باری کل شماره ایده گازو تا تبی ات کلک نزده باشه. نه واقعا درمونده است. قهرمان دوچرخه سواری استقامت بوده. رکوردش 3 روزه. حالا زنش داره میمیره، حاضر 1 هفته دور بزنه. چه جوری راه میندازی کسی نفهمه من تو بهرام دست دارم؟ نکنه که من شما رو جای بد نبردم، بردم. خیلی وقت منتظرین آره؟ هر که طاووس بیایید تو. اینجا انباری منه. کجا گذاشتم اینا رو؟ نه اینجاست. این بلیت سیرک با شکوه هندی هاست. چه نونی توش خوردیم. یه روزی برای خودم آدمی بودم، حالا شدم آدم مردم. برو اونجا یه دوچرخه بردار بیار. یه تویی روی عوض کنیم و روغن کاری بشه حرف نداره. آره. پسر مواظب اون دوچرخه باشه. کشتی در قفس شیر، سیرک با شکوه. این مرد افغانی معجزه میکنه. اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه. با چشم بسته دوچرخه میرونه. همین مرد سیرک وای نسته اونجا. برو پیکاره. تو هندوستان 1 قطار رو با چشاش نیگر داشته. تو پاکستان 2 تا گاو روی انگوش بورک کرده. پاشین بری پیکارتونه. حالا تو اینجا قرار 7 شبانه و 7 روز رو دوچرخه رکاب بزنه و زندگی کنه. برو پیکارت آقا جون. بشتابید. روز اول بلیتش نصف بهاست. ای خانوم محترم بلیت نمیخواد. برو. در آموزیده یه تشویقم بلد نیستن. اون چکشو بده من. ببینم همینجاست قراره یکی خودکشی کنه. کجا وایسو ببینم. برای جنس فروختن نفر 2 تا بریده که اینو. بهترین سیرک در بهترین خاورمیانه. قهرمان افغان از صبح رو دوچرخه با چشم بسته زندگی کرده. نگاه نکنی قهرمان روسیه رو شکسته. الان هم غذای حاجت داره. باید چایی و مایات کمتر بخوره. لوله آفتابه رو به سمت خودت نگیر. بس خجالتیه. حال بینم کف میبینم رفع چش سخت دارم. حال بینم کف میبینم رفع چش سخت دارم. فال بینم باد بزن آتیش گردون.
فالبینم طالبینم. خانم بیلیت 2 میلیون میذارم چون نمیتونم. من رو حرف دلم شرط نمیدم، ولی بعدش روش برنامه میریزم. یه داور صدا کن، اجاره اینجاتم خودم میدم. بده بینیم. برو بشین. ببین بفرستی آمبولانس بیا. اجازه فرمانداری هم بخورم. شما را آوردیم اینجا که درس زندگی بگیرین. توی زندگی به یک جایی میرسین که 2 راه جلوی روی شماست: دزدی و کار خلاف و مبارزه سالم برای زنده موندن. شرافتمند و مبارز رو گلبارون میکنیم و برای سلامتیش دست میزنیم. قربون شما، هرچی میتونین واسه ما آدم بیارین. فعلا این خدمت شما باشه. سلام. سلام بو، عطای خوبه. سر بایسکیله کلگی او رسایل میکنن. سر بایسکیل کار می بابو خداحافظ، آتای منتظرم. باهات یاره. تو تالت میبینم یه بسته گنده هست، یه پول گنده به دست.
داور اینجا باشه 4 تا برد آفتاب. این چه قشنگه. همین کارا رو میکنن که مریضی های ناشناخته میگیرن. ادرار این تو. بیا بیا. لطفاً این تو. پیشابو بریزین بیرون، تای ادرار رو بریزین تو لوله. چی کار میکنی آقا؟ نریزی زمین کی میاد. بابا از بله چپرکت غلطیده زمین. نمکم. مانده غذای بوبوس. بخو. سلام. سلام. بگیر. شما لطفاً نه چیزی بهش بدین نه چیزی ازش بگیرین. اون به تقویت احتیاج داره. من فقط یه پیاله چایی به رقیب من داره دوپینگ میکنه. اون حق نداره چیزی بهش بده. از کجا که توش مورفین نباشه بهش انرژی بده. بالاخره باید یه چیزی بخوره تا هم بیا نظارت کن. دکتر بیارین. یکی در میون بهش غذا میدی. بعضی ادرارش خوبه. اگه بشه وقتی بهش غذا میدی یه B کمپلکس بهش تزریق کنی انرژیش بیشتر میشه. بریم. دکتر تا کی اینجایی؟ ما باید اونو بندازیم زمین. این محلول رو بخوره شب دیگه اینجا نیستیم. امروز روز دومه که این مرد افغانی داره رکاب میزنه. همین من تو پاکستان و همین من تو هند قطار رو با چشش نیگر داشته. یه عمر بدبختی و دربدری کشیدی. خیلی ناامیدی. دلت میخواد جوون بشی و همه چی رو از سر بگیری. شما سال خوردگان بی بضاعت رو آوردیم اینجا تا بهتون بگیم خوشبختی در درون ماست. چشم هامون رو ببندیم و به خودمون تلقین کنیم که ما خیلی خوشبختیم. ما خیلی امیدواریم. ما خیلی خوشبختیم. ما خیلی خوشبختیم. ما خیلی خوشبختیم. ما خیلی خوشبختیم. تو زندگیت خیلی سختی کشیدی. یکی داره میمیره. ازدحام نکنید.
نگاه نکنید. چشماتون رو ببندید. نگاه نکنید. خطای کف دستت میگه زنای زیادی رو بدبخت کردی. یه گله بچه داری که از حال و روز هیچ کدومشون خبر نداری. حالا هم چشت پی یکی دیگه است. نه نمیای مردشون چشای بی حیاتو ببرن. دست این پسره رو ول کن بیا ایور. این یکی هم مثل اونای دیگه است. مردا همه مثل همن. به بچگیشون نگاه نکن دختر. بچگیشون از ما زنا به ارث بردن. بیا بریم. همین مرد افغانی تو هندوستان 2 قطار نیگر داشته. توی پاکستان 2 تا گاو با یه انگشتش بلند کرده. الان هم 3 روزه، یعنی روز سومه که این مرد افغانی داره رکاب میزنه. این مرد معجزه‌گر اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه. نسیم طوفان میکنه. کجا بلیت باید بگیرید. کجا آقا مگه نمیبینی اینجا سیرکه؟ گاری آجر چرا آوردیش؟ تو برو آجر نه بابا بیاین اونایی که بلیت خریدن خب نذارن. مزاحم کار قهرمان ما نشو. شما که بلیت خریدی خب نذاری. تو کجا داری میای؟ اون گاری رو مواظب باش. تو بیا این وقت. تو بیا این وقت. مواظب آجر باشی پاد نریزه. اینجا رو خلوت کنید. همه رو بیرون کنید. برید زیرشون بیرون. بیرونشون کنید. برید زیرشون بیرون. اینجا رو خلوت کنید. همه بیرون. اصلا بدو اوضاع بیریخته. یه کاری بکن الانی میافته. دیگه دیر شده. دیر؟ بیارش بیرون. دیگه مگه نمیشه یه گوشه دیگه این شهر بچرخه؟ وسط شهر بدم. وسط شهر که بلیت میخره آقا جون بفرمید. 2 میلیون من داره میره. تو فکر روزی 1000 تا بلیتی. بیارش بیرون. چطوری بیارم؟ چه میدونم از طوافا سرقلفی بگیر. منم واسط پول جور میکنم. آخه ولی بریم ببینیم این مردی که چی کار کرده. پرچم عقب‌تر، 1 متر عقب‌تر. عقب‌تر. اونجا وای نست آقا رد شو کنار. آقای محترم بازدار رد شو کنار. آقای نیمه محترم برو کنار. هرچی میگه آقای محترم نه برو کنار دیگه. برو حلوا خیر نمیکنه. برو کنار. ماشین نمیبینی مگه؟ به کنسولگری حمله شده. نیرو بفرستید. پیام دریافت شد. الو؟ از معاونت فرمانداری. از معاونت فرمانداری به واحدهای انتظامی به کنسولگری حمله شده.
معاونت فرمانداری جلوی کنسولگری هستم. اینجا خبری نیست. پیام تمام. ما از اون بیدا نیستیم که از این باغدا بلرزیم. این مرد افغانی معجزه میکنه. اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه. همین مرد افغانی تو هندوستان یک قطار با چشاش نیگر داشته و تو پاکستان 2 تا گاو با یه انگشتش بلند کرده. حالا قرار اینجا 7 شبانه روز عروسی زندگی کنه و رو دوچرخه رکاب بزنه. بلیط بخری بیای رو دوچرخه‌ش عکس بندازی. عکسای یادگاری، عکسای تبلیغاتی، عکسای و تو بیا برو بالا، برو برو عکس بنداز. جنسات بگیر رو دستات عکس جنسات بیفته. ساده بیچاره خبر نداره چه تأثیری داره. بیا بلیط بخری بریم باش عکس تو یه خود برو عقب‌تر. تو عکس نمیفتی. هر کی میخواد بیاد جلو. بفرما آدمای پولدار میان تماشای این مرد افغانی. این مرد افغانی همه دنیا رو با همین دوچرخه زپردی گشته. نسیم طوفان میکنه. نسیم طوفان میکنه. خوشم بیاد. نسیم خیلی خوب بس ممکنه تحت تاثیر قرار میشه. جناب ماشین کنسولگری. معاونت فرمانداری؟ بله شما؟ مترجم کنسولگری هستم جناب معاون. کنسول توی ماشین هستن. جناب کنسول میگن این بساط راه انداختن تا منافع ما را توی جهان به خطر بندازن. اون عکاس بی دلیل عکس نمیندازه. این بساط به هر ترتیبی هست باید از اینجا جمع. ما کار میخوایم آقای فرماندار. ما کار میخوایم. چه باز نشد. اینو بگیر. کارگر افغانی روز 200. کارگر افغانی روز 200. کارگر افغانی روز 200. کارگر افغانی روز 200. بجا بره. اورش رفته بالا. باید یه چیزی بهش بدم خونساش کنه. تو ادرارش یه چیزی هست که نمیفهمم چیه. بهش انرژی میده. باید خونساش کنیم. آی دکتر لطفاً یک لحظه پیغامی براتون آوردم. یه جایی هست بهتون یه کادو میدن. یه دارو بی خاصیت بهش بدید. زودتر این بساطا از اینجا جمع کنی. من تو عمرم زیر تعهدم نزدم. کفتر 2 برجه که نیستیم آقا. اینجا داره خلوت میشه. اگه کسی نیاد مادرت شب دیگه مهمون ملک الموته.
اینو ببر تو محله افغانیا بگرد و مشتری جان. خوب برو. سیرک افغان عجایب خانه، عجایب خانه، خنده داره، سایل کردنی است. به سایل کنید خوش باشید. اگه غم دارید، اگه غصه دارید، به سایل کنید خوش باشید. به سایل کنید. یک نفر دو سه شب روز است که اینجا سر بایسکل پای زده. عجایب خانه، عجایب خانه، به سایل کنید. عجایب خانه، اگه قرض دارید، غم دارید، به سایل کنید خوش باشید. عجایب خانه. شو شده که کجا رو باید کم بکنیم؟ سیرک افغان عجایب خانه، بیت سایل کنید، بیت خوش باشید. یک نفر استاکو استاکو هی هی استاکو 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 بود از اگر پیسه بگید رسایی. پیسه؟ امشب بهش داروی خواب آور میدم. دکتر، این دارو رو بیش از 3 مرتبه نمیشه تجویز کرد. بیا پایین، بیا پایین، پایین. بس یه بیل از همینجا میکنه میری جلو. بیاد اینجا پیش من استاشید. شما خیالتون راحت باشه، تخت باشه. بری جلو بینم را بیافتی، به جا به دیگه. بیایم بیرون، مشتری اومده، بیایم بیرون. این یارو برای کاسبی لابد دیوونه ها هم میاره اینجا. اگه مریض نشده از اینجا بریم خیلیه. شما بیماران جزامی خدا رو شکر کنین که امکان زندگی دارین. یک جایی هست که به شما میرسن. زن این مرد مرضی گرفته که از همه دردهای عالم بدتره. این مرد برای معالجه زنش مجبور 1 هفته دور بزنه. اما شما میتونین استراحت کنین، غذا بخورین و از زندگیتون راضی باشین. شنیدم دیروز یکی از جزامیا از ناامیدی و غصه دق کرده. فکر این که دیگه نمیتونه برگرده توی اجتماع اونو دق مرگ کرده. آدمیزاد به امید زنده است و من میخوام بگم که خوره روحه که علاج نداره. به دختر دهین دختر خودم نگاه میکنم. 3 روز دیگه این قربتی روی 2 چرخ دووم گره خرج 1 سالم در اومده. عقدت میکنم. فکراتو بکن. من کولیم، یه جا دلم بند نمیشه. منم دلم کولیه.
اونو بلش تو بیا برو نه خیلی خوب مال خیار پوست کندن نیست. بند آب بدی بند تو به آب میدم. به غیر من هیچکی نمیدونه که تو کور نیستی. من خودم رو برد شرط بستم. چطوری آقای داور؟ سیگار میکشی؟ سیگار ای ها ماشاءالله انگار تازه سوار دوچرخه شده. بذارو پولای دیگه بازم شب میارم. باش. ببین شب نخوابیدی مواظب خودت باش. کارگر افغانی روزی 300. سلام بوبو. این یکی است. بوبوش پیش آتای کار میکنن.
بیا کی تو خوبی؟ سلام. آتا یک شو از بله با اسکیل غلطید زمین، کسی نفهمید. جایش تا صبح رفیقش پای زد. من با آتای گفتم که کم کم مرضت خوب میشم. آتا خوبه اسهال شده. گفت چند روز آمدن نمیتونم، 3 روز دیگه. ده کی شما رو راه داد؟ حالا که وقت ملاقات نیست. برین اون زیر صداتونم در نیاد. دکتر داره میاد ویزیت بکنه. پاشو ببینم. دیشب دوباره رفتی پی الواتی خوابتو واسه من آوردی. یالا پاشو به چرخ بلیط فروختم. واسه این 3-4 نفر به چرخم؟ نیم ساعت بلیط فروختم، معطل نکن.
شما ادامهشو بکنین تا اون ته کنتراته. بیاین پایین، زود باشین، بیاین پایین، بجنبین، بیاین پایین، برین از اون ته بکنین، برین توف کن. هر چیزی رو نباید بخوری. زود باش، توف کن. گفتم بریز بیرون. هر چیزی رو نباید بخوری. نخور، توف کن بیرون. توف کن. گفتم توف کن. بیرون. بریز بیرون. فکرم چطوری کفبینی میکنی که راست میگی؟ کاری نداری. اگه زن شوهر نکرده بود دنبال یه شوهر میگرده خوشبخت میشه. اگه شوهر کرده بود و یه بچه همراش نبود بچه دار نمیشه. اگه دختر تو بغلش بود معنیش اینه که پسر میخواد. آدم تا بدبخت نباشه کفبینی نمیکنه. اگه مرد بود چی؟ اگه مرد بود لابد شبیه یکی از اون مرداییه که من زنشون شدم. مردا رو خوب میشناسم، همشون مثل همه. تو رو که دیدم یاد بابای این افتادم. 6 ماه با من بود، بعدش گم شد. 8 سال دنبالش میگم. تو رضایت بده، با هم دنبالش میگم. بیا تو سرده، بیا تو. بیا بابا اتوبوسه مثلا. سرماخوردگی مقاومتشو کمترم میکنه. سلام قربان. سلام، خسته نباشی. سلامت باشی. چکتون رسید؟ بله قربان، بله. فکر بارونو کردی که سرما نخوره؟ به شیر داغ میدیم قربان. بله قربان کسی تماس نگرفت. کی باهاش تماس گرفت؟ خون گرفتی؟ گوشی رو قطع کن. بله بفرمایید. گوشی رو بده نسیم. بله چشم قربان. همه چیز برای ما روشنه. بازی رو تموم کن. ما میدونیم که تو جاسوسی. بالاخره که یه وقت از تو چرخ پایین میای. نمیای؟ ساکتی؟ یه پیشنهاد اگه خودتو بندازی. آن گوشی رو از دستش بگیر. تلفن بیار بده من. مواظب به بچه‌ش هم باشین. مواظب دوچرخه سوار ما باشید. یه وقت با اونم نباید کسی تماس بگیره. ببین جامعه اون مرده میگه نه حالش خوب نیست، میخواد بره بیمارستان، میگه بیا با هم بریم. این یارو کی بود بچه؟ باز چی کار داشت؟ نگران نباش، مامان حالش خوب. آوردمت اینجا که یه پیغام یواشکی برای بابات ببری. میری سوار دوچرخش میشی، بهش میگی اگه خودشو بندازه زمین و افغانی ها رو از اینجا دور کنه خرج معالجه مامانتو میدم. فهمیدی؟ بله. اینو شب بده بیمارستان، خرجی 1 هفته‌شه. نظر سوار دوچرخه بشه. اون یه پیغام مشکوک آورده.
بیا پای من چرا همین آقا داور ببین آقا داور مواظب باش مرا چیکار دارید مرا چیکار دارید مردم دخالت نکنن گفتم بری کنار گفتم مردم دخالت نکنن برو که از صحنه برو بیرون میخوای بلوا را بندازی از صحنه برو بیرون آتای جمعه آتای 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 اینجا چه خبره؟ دکتر من دیگه طاقتشو ندارم این کار انسانی نیست من متولیم آتای آتای داور پول گرفته 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 داور نسیم طوفان میکنه 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 نسیم طوفان یه پیغامی براتون دارم یه جایی هست که 2 میلیون میده به شرطی که بذاری بیفته زمین این بساط باید از اینجا جمع بشه این که گر به گر میشه 2 میلیون همون مقداریه که اگه دوچرخه بیفته من باید به رقیبم بدم اجازه دارم تا 1 میلیون برم روش من رو برد افغانیه بیشتر حساب کردم مذاکره میکنم امروز روز 5 دیگه داره دیر میشه اگه تا شب نیفتاد دوچرخه‌شو پنچر کنید راه دیگه ای نداره اوشمن حسودا میفریختن بیا میخوا رو جمع کنید ولی تو جیبتون نذارین ها یکی بره دوچرخه بیاره یک یعنی خودم باید برم کنار عقب باشید برو بغلش کجا بدی تو حالا برو کنار باشا کنار برو عقب برو اون طرف برو کنار یه امر خیلی در پیشه آقا من از تعلیم میافتم از اسب افتادی از اصل نیافتادی که یه خورده چیز داشت موزش داشته باش بیا دوچرخه تازه آوردم بیا این دوچرخه رو بده این حساب آخه من از تمرین میافتم برای دوچرخه ندارم که چی پرسیدم آقا ادامه بده بیا اینو ببر پنچرشی ای جانم اینجا چی روی داره پنچرشی بیا خدا داداش ببینید آقا بنی آدم اعضای یکدیگر رو خورد میکنه نمیخواد منو ببوسی دلم آخر حساب قند خونش از دستم در رفت
میفته. چراغا رو روشن کنید. چراغا رو روشن کنید. چراغا رو روشن کنید. داره میفته. داره میفته. نخواب. نخواب. بدش به من. بذار یک کمی روغن بزنم. بیا بخور. قبول 4 میلیون رشته شد به حساب. بگو آمبولانس ما برگرده. بیا باشه بدی. ما کنار کشیدیم. برو بریم. آیندهت روشنی. سر از ما بهترون رو اصلاح میکنی. یه خبراییه. ارباب من کنار کشید. دیگه افتادنیه. بالاخره چی فکر میکنی ها؟ یه شیر قهوه برای من، یه شیر قهوه با والیوم برای اون. من نمیتونم. خودتون ببرین بهش بدین آقای دکتر. این آخریش خانم. سنگ که نیست. دیگه باید بیافته. گزارش دادن که شما قرصا رو بهش ندادین. با پرستیژ من بازی نکنین خانم. شنیدم این مرد محتاجه. این گردن بندو میخوام به دست خودم بهش بدم. همینو دارم. خودم میرسونم به دستش. بهش بدم. مطمئن باش. بله اجازه بفرمایید. هر شب نرخش میبری بالا. هر روز موضوع گنده میشه. خودتو هم اول لبو میفروختی اما حالا چولو کباب. ما که بخیل نیستیم. امشب ششمین شبه که این افغانی معجزه میکنه. اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه. همین مرد تو هندوستان یه قطار رو با چشاش نیگر داشته. امروز شما مردم اینجا جمع شدیم تا پیروزی یک قهرمان رو جشن بگیریم. کسی که تونسته 7 شبانه روز بی وقفه دور بزنه. شهرت نسیم امروز یک شهرت جهانیه. آقای دکتر پاشین. موفق شد. چه شده دیگه؟
کارگر افغانی روز 400 همین شام دیگه بزنید تمومه. بازی تمومه. هورا بکشید. خیلی خب منم کارم تمومه. برو بالا دختر. کارگر افغانی روز 400 نبود. تو به چی نگاه میکنی؟ بریم. تو برو چیزی که جا نذاشتی ها؟ تاریخی و حساس میخوام با نسیم صحبت کنم، کسی که همسرش در بیمارستان منتظرشه. درسته اون الان در اوجه، اما هر اوجی یک فرودی داره. تمومه. مسابقه خلاصه. نسیم یک قهرمانه، اما ما احتیاج داریم قهرمان توی ما زندگی کنم. آقای مسابقه خلاصه. چه خبر؟ از زنت چه خبر؟ از زنت بگو. هیچ ازش خبر داری؟ از زنت چه خبر؟ اون یک اسطوره است. از خوشبختی بگو. نظرت چیه؟ نظرت راجع به خوشبختی چیه؟ آتای بایسکیل بیل بیا پایین. آتای بایسکیل بیل تاشو ببود شفاخانه منتظره. آتای مسابقه خلاص. افتخار اون کسی که این بازی رو تموم کنه. هورا! اما ما هم احتیاج داریم این قهرمان به زندگی ما برگردن. پس همه با هم بخواهیم که به خاطر زنش و به خاطر ما این مبارزه رو تموم کنیم. مسابقه خلاصه. شعار خوبیه. مسابقه خلاصه. آتای مسابقه خلاصه. آتای بیا پایین. مسابقه خلاصه. تاشو دیگه بسته. بایسکیل بیل. یه بازی تازه هستی؟ تا چی باشه؟ من شرط میبندم تا یه هفته دیگه فراوون ترین جنس شهر نایاب چی مثلا؟ هرچی تو بگی.